بذارین بهتون بگم که کی تصمیم میگیره که رابطه هدفش چیه. زن تصمیم میگیره هدف رابطه چیه. مرد ما رو میبینه، از بیلینگ ما خوشش میاد، از این قیافه، هیکل، سکسی بودن، جذاب بودن، لوند بودن، خوش ادا بودن. ما جوری طراحی شدیم سر تا پا، از موی سر تا کف پامون. ما زنها جذابیم، تو دل برویم، آهن رباییم، جنس مؤنثیم، دوست داشتنیم. به همین علت ما اونا رو جذب میکنیم، میاریم تو فضای خودمون. مثل گل هستیم با پروانه، ما میکشیم. ما تصمیم میگیریم توی فضای ما چه رابطه اتفاق میفته. ما باید خودمون رو بشناسیم،